نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. انظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالنزل
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر
والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا
كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا
يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي والعسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا وجيها
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. سل حوائجك فإنها تقضى إن شاء الله. يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله، واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله، واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله. صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين. آمين رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لمن امتحنك صابرة. وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه
فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت خليل الله. السلام عليك يا بنت صفي الله. السلام عليك يا بنت أمين الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله. السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام عليك يا بنت خير البرية. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله. السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. السلام عليك أيتها الرضية المرضية. السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية. السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية. السلام عليك أيتها التقية النقية. السلام عليك أيتها المحدثة العليمة. السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة. السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة. السلام عليك أيتها
مضطهدة المقهورة. السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك. أشهد أنك مضيت على بينة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله. لأنك بضعة روحه الذي بين جنبيه. أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معادي لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآل بيته الطاهرين. عظم الله أجوركم جميعا إن شاء الله. وعليكم جميعا السلامات بشهادة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغمغا وقائدا ودليلا حتى تسكنه برحمتك يا أرحم الراحمين. عظم الله لك الأجر سيدي ومولاي. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة خزائن العلم يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى وقدمناك بين يدي حاجاتنا. إليك حاجت دارم يا وجيهة عند این شبا چه خبره خانه زهرا؟ این شبا حال و هوای خونمون خیلی عجیبه. التماست میکنم بیشتر بمون علی غریبه. من که از فضل شنیدم بهتری الحمدلله. در زدم دیدم خدا پشت دری الحمدلله. حلالم کن این همه در بطاقت آوردی به خاطر علی زمین خوردی. میبینم بهم میریزم اگه زهرا قربونت برم زهرا اگه زهرا عجل وفاتیو نمیخوندی اگه یه چند روزی دیگه میموندی
19 ساله میشد عزیزم. من تنها، من مظلوم ازت میخوام نرو خانو. مردمی که عمری چشم دیدن ما رو ندارن، برا خونشون میان از اینجا هیزم برمیدارن. چه خبره پیش در حضرت زهرا این بی حیایی ها چه کردن؟ میدونستی بی حیایی که تو رو از من گرفت، نام دادم کشتن خانوممو گردن گرفت. توی نامش نوشته بین کوچه غوغا شو ببخش امام زمان قربونت برم. کجا داری گریه میکنیم؟ کجا داری عزاداری میکنیم؟ عزاداری مادرت. توی نامش نوشته بین کوچه غوغا شو، محکم زدم اونقدر که دروا شد. امیر زهرا پشت در بود. توی نامش نوشته زهرا رو تو شناختم. عمدن در و لگت زد، خدا لعنتش کنه. لگت زدم بچه شو انداختم، از کینه قلبم شعله بربود، از کینه قلبم شعله بربود. نمیشم من دیگه آروم، ازت میخوام بمون خانوم. جای شکرش باقیه همین که محسنو ندیدی، از گلوی پسرت تیر سه شعبه نکشیدی. قول میدم قربون درد دلهات برم ابی عبدالله. قول میدم اگه برق برگرده و علیم نمیره، جوری لالایی بخونم هر مله گریش بگیره. تلاش کردم حسین جان، تلاش کردم حسین ازت بشنوه بابایی، عصای دست نیزه دارایی. دنیام فاطمه میخوای داد بزنم تا همه بشنون. تنام فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه جان. امشب دلم میخواد سبک شیرازی بکنم، همه تونم جواب بدید، هم درباره حضرت زهرا، هم درباره علی اکبر. امام حسین وقتی بیستر علی اکبر اومد دید پهلوش شیر زنن، گفت یاد بگو مادر بگو از سوز سازد، مکن پنهان ز من سوز و گدازد. جانم گرفتی از چه دستت را به پهلو، چرا بنشانی نمازد. امان از داغ زینب، همه با هم فغان از داغ
داد زه جانم امان از داغ زی جانم فغانم اینم بگویم زینبم از سوز و سازم بگویم بر تو از سوز و گدازم شدم از در به در پهلو شکستم نشسته زان سبب خوانم نمازم امان از داغ زی جانم امان از داغ زی جانم فغان از داغ زی مادر شده روی تو مادر از چنیلی که زد بر صورتم گل ضرب سیلی چرا در بستر غم آرمیدیم بگو با من که در کوچه شنیدی تو ای زینب مرا آرام جانیم بگویم با تو از سوز نهانی رخم از ضرب سیلی گشت لیلیم چگویم دخترم از دست سانی امانم نم جانم باید هم هرمله شادی کنم خولی بخنده علی اکبر جانم تو رو پیش چشای من مسله کردن زنده زنده شکستم تا که رفتی علی شدم تنها که رفتی دیگه خاک دو عالم تو سر دنیا که رفتی برگ گلت رو چیدن از ساق اکبر آسونه کارشم چون مردم از داغ اکبر مردم از داغ اکبر الهیش که داغه شاخ شمشا دش نبینه سر نشه جوون خوش قد و بالاشو نشینه هزار الله اکبر چقدر داشتی اکبر ولی حالا دیگه قدت با ازغر شد برابر خیر نبینن حسودا قد و بالات نظر خود علی جانم ای گل ارغبونم شاخ و برگت تبر خود من از وقتی که یادم از نصیبم داغ بابا تو دست روزگار واسه بابات شلاخ بابا منو داغ مدینه مثل شب منو داغ مدینه خونه و پلو و سینه
ولی من راضیم چون که خدا داره میبینه. امام میفرماید هونت علی المصیبت، همیشه مصیبت که میبینی مثل آقا در بزن بگو هونت علی المصیبت بانها بعین الله. من زینب نالانم، من زینب نالانم، بی مادر و گریانم، حال پدرم کرده حیران و پریشانم، حیران و ام رفته زکفم مادر، حیدر شده بی همسر، حیدر شده بی همسر، خانه شده بیرانه، بی دختر و پیغمبر، بی دختر پیغمبر، بی دختر پیغمبر، بی دختر پیغمبر. یادم نرود مادر، یادم نرود مادر، چون جان گرفت نربد اطفال صغیرش را، جانان دم آخر، جانان دم آخر، جانان دم آخر. او عشق پیامبر بود، او هستی حیدر بود، در راه دفاع از او هموار تو لشکر بود، هموار تو لشکر بود. سر و جانم باد فدای حیدر، سر و جانم باد حیدر، رجز میخوانم شبیه مادر، روحی لروحی کل فدا مولانا علی. بگو روحی لروحی کل فدا علی، نفسی لنفسی کل وقا مولانا علی، نفسی لنفسی کل وقا مولانا علی. گفتم میان فتنه ها مولانا علی، جانم فدای مرتضی مولانا علی. یا زهرا یا زهرا یا زهرا، خدا کند که کسی بی هوا زمین نخورد، به ضرب پا وسط شعله زمین نخورد. هزار مرد یابدن به پیش چشم همه، ولی زنی وسط کوچه زمین نخورد. یا زهرا بلندتر جانم، یا زهرا به اون عبا که علی روی همسرش انداخت، زنی مقابل نامردها زمین نخورد. به اشک چشم حسینش خدا کند دیگر، که مادری جلبی بچه ها زمین نخورد. وا ویلا وا ویلا جانم،
خدا کند که کسی نیزه بی هوا نزند، خدا کند که دیگر بی هوا زمین نخورد، خدا کند که دیگر پیش خواهری مزتر سر برادری از نیزه آزمین خورد، سر بریده به نیزه خدا خدا می کرد، رقیه ام زروی ناقه زمین نخورد، مادر 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 زهرا 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 جانم زهرا 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 ای همه دل خوشیم یا زهرا زداغت می کشیم یا زهرا ای همه بود و نبودم ای یا گلم یا سم که بودم یا امام زمان خدا کند که بیایی همه با هم خدا کند به درد پهلوی زهرا به درد سینه به زخم سینه مادر تو مرهمی آقا تو دوایی خدا کند که بیاییم خدا کند که بیایی نمک مجلس ما حسینه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست این چه شمعیست که جانها همه پروانه حسین جان این دل تنگم هوای کربلا خودت عشق نگاه عشق علی اکبرت عشق علی اصغرت عشق علی لعنت الله على القوم الظالمين سلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبق الصلوات. ما امشب نمیفهمم چرا یاد حاجی محمد نجیب کردم بچه هاش اینجا خدا رحمت همه امواتتون بکنه امشبم یه فاتحه خیلی ممنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم ومناوئيهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عن مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أهل بيتها الأطائب الأكارم أنها قالت: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل مصلحته. صدقت مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعلى آلها أجمعين. شب شهادت مولات ما بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. هدیه به روح مقدسش، ارواح مقدسه تمامی اهل بیت و یاران و اصحاب و انصارشون، هدیه به ارواح همه مؤمنین و مؤمنات از شیعیان و محبین ایشان. انبات این جمع حاضر صلوات دیگر را جلیتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد. در رابطه با این روایت فاطمیه صلوات الله و سلامه علیها عرض کردیم دیشب اینکه می‌فرماید من اصعد الی الله، این اصعاد بالا بردن و صعود معنوی منظوره و نه صعود مادی و فیزیکی. عرض شد که این صعودم غرض و هدف ازش این است که مقام قرب حاصل بشه و مقام قرب حاصل نمیشه مگر اینکه عمل مورد قبول قرار بگیره. این عملی که مورد قبول قرار میگیره میره بالا و بالا که رفت مقام قرب حاصل میشه. و هر انسانی هر عملی که انجام میده، هر متفکری فکری که داره، اگه فکرش بره بالا خود متفکر هم میره بالا، خود مفکر هم میره بالا. هر اعتقادی که برود بالا، یعنی اعتقاد صحیح باشه، سلیم باشه، بره بالا، رفتن بالای معنوی، عروج کنه، صعود کنه، این مقام قرب حاصل میشه. چرا؟ عملی که فکری که بره بالا یعنی مقبول واقع شده پیش خدا، مقبوله، مقبول واقع شده یعنی رفته بالا. خب این فکر یا این عمل که بالا میره، در واقع صاحب اون فکرم بالا میره، صاحب اون عملم بالا میره. یعنی اگر اعتقاد بالا میره، به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، معتقد هم میره بالا. چرا؟ چون که اعتقاد متقوم به معتقده، قائم به معتقده. اگه فعل عمل انسان، عمل صالح انسان بره بالا، خود عامل، خود فاعل این عمل هم میره بالا. چرا؟ چون که فعل و عمل متقوم به کننده اش و به فاعلش هست. انسان یه فعلی که انجام میده، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. بله، علی کل حال فکر، عقیده، ایمان که میره بالا، خود صاحبش هم مؤمن و متفکرینا و عامل میره بالا. و هدف اینه که ما خودمون بریم بالا، که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این لقاء الله که حاصل بشه، این مقام قرب، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
این مقام قرب حاصل نمیشه مگر اینکه خدا ما را قبول کنه. انما یتقبل الله من المتقین. و همچنین و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. ریا شرک خفیه. این اگر من خدای نکرده کار انجام میدم برای اینکه مثلا بگم به به چه چه مشهور بشم یا منصبی به دست بیارم، یعنی اون انگیزه و اون دافع خدایی ندارم، اون که مرا دفع کرده اون داعی و دافع خدایی ندارم، یه دافع دنیایی، منصب شهوت، یه خواسته دنیایی و نفسانیه. خب اینجا یا مثلا ریاکاری میکنه، ریاءن یه کاری انجام میده. بله میگن یه نفر گفت که من تا کی ریا کنم، بدبخت شدم، بیچاره شدم، عمری ازم گذشته. میگه چقدر باقی مونده؟ خدایا توفیق بده توبه کنم، مخلص باشم، این ریا را ترک بکنم، این ریا را از بین ببرم، از وجودم، از نفسم. عادت کرده بود بیچاره. میدونید انسان وقتی که یک عملی را تکرار میکنه، تکرار الفعل یولد الحاله، یه حالتی در انسان به وجود میاد. بعد تکرار فعل، تکرار حالت میشه عادت. ترک العاده من المعجز، می ترک عادت مرض دیگه، نه درسته؟ سخت خیلی. ولذا افضل العباده ترک العاده. عادت بد، البته عادت کرده کار غیبت بکنه، سخت ترکش بکنه دیگه. بعد تکرار العاده ملکه میشه. ملکه شد کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. چیره میشه، غالب میشه بر قلبش کلن سیاه میشه، کدر میشه، مثل آهنی است که ظاهر و باطنش زنگ زده، منگ زده به قول خودمون. هرچند پاک بکنی دوباره به منگ میرسیم تا سوراخ بشه، از بین بره این آهن. گاهی این طوریه ها. کلا بل ران علی قلوبهم. رانه از رین همون زنگار، همون منگ. یا قد غلبه، معنی غلبه. قد ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اینا دارن انکار معاد میکنن، انکار کارهای خوب میکنن، چنان میکنن، کفر میورزن، طغیان میکنن. اینا بهانه ندارن، بهانهشون درست نی. حرفا که میزنن ما به خاطر این کار میکنیم، نه، اینا عادت شده برشون گناه و عادت هم تبدیل به ملکه شده. ملکه هم حاکم و ملک قلبه. هر ملکه ای مالک و ملک قلب میشه، پادشاه قلب میشه. خوب باشه خوبه، بد باشه بده. قلب انسان آلوده میکنه اگر بد باشه، بدبخت انسان میکنه. خلاصه میفرماید که ماها بایستی کاری بکنیم که این لقاء الله را در چه اثر، در اثر چی، به سبب چی؟ به سبب همین اعمال این لقاء الله را داشته باشیم. من کان یرجو، یرجو این امید دارد، امیدی که به اصطلاح به عمل میپیوندد. یا من کان یعتقد، چون بعضی وقت یرجو معنی یعتقد اومده. یرجو لقاء ربه یعنی یعتقد لقاء ربه. یا اینکه نه امید دارد که لقاء الله را داشته باشه، به مقام قرب برسه، به مقام مقبولی برسه، دیگه باید اخلاص داشته باشه. اونجا فرمود انما یتقبل الله من المتقین. اینجا فرمود و من کان یرجو لقاء ربه، اگه واقعا میخواد مقبول خدا باشه، مقام قرب به دست بیاره، لقاء الله را در بعد ایجاب داشته باشه، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح را داشته باشه اولا، بعد با نیت پاک و اخلاص. ولا یشرک بعبادت ربه احدا. در روایت داره این ریا نکنه، شرک خفی. و ما یؤمن اکثرهم الا وهم، در یه آیت قرآن به این مضمون است، میگه اکثر مردم که ایمان میارن مشرک هستن. مشرک یعنی این ریاکارن. سخته واقعا مبارزه با ریا، سخته که انسان فقط حس خدایی داشته باشه.
حس نفس، حس خودخواهی درش نباشه اصلا، فقط خداخواه باشه، فقط برای خدا باشه. این سخته ولی خب تمرین میخواد. و ما در اون دعای مکارم اخلاق امام سجاد سلام الله علیه، اللهم وفر به لطفک نیتی، نیت صحیح به من بده، نیت پاک به من بده. این وفر یه وقت معنی اوجد هست، فراهم کن برام، یه وقت به معنی کثر هست، کثر و وسع نیتی. یعنی گفتن به علمای اخلاق گفتن شما بایستی تمرین نیت داشته باشید. این تمرین نیت خود پیغمبر تمرین میداد اصحابش. مثلا به ابوذر میگه یا ابوذر اگه میتونی خوردنت، آشامیدنت، بلند شدنت، نشستنت، خوابیدنت همه و همه برای خدا قرار بده. این اللهم وفر اگه تمرین بکنه انسان، این اولا مراقبه میخواد، باید مواظب خودش باشه، مراقب خودش باشه. من میخوام برم با بچه‌ام بشینم غذایی بخورم، میخوام بلند بشم، میخوام برم بخوابم، میخوام برم استراحت کنم، میخوام برم بازار یه گشتی بزنم، میخوام برم با کسی یه گپی بزنم، همه و همه دافع الهی باشه. یعنی کثر و وسع نیتی در همه اعمالم منتشر بشه. اونم نیت پاک و نیت خدایی، نیتی که روحش دافع الهیه، انگیزه الهیه. و صحح بما عندك یقینی، صحح این تصحیح کن. یقین پایه نیتن. اگر من یقین و باور نداشته باشم به آخرت و به خدا و اینا، خب نیتم ندارم دیگه. اون اساس و پایه نیت پاک یقینه، اون باوره، اون اعتقاده، اون ایمان واقعیه، ایمانی که تو دل نشسته. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، نه یدخل، قد دخل، تو قلب بنشینه یه حالت یقین در قلب انسان به وجود میاد. حالا عین الیقین، حق الیقین، یا مثلا علم الیقین، یا برد الیقین که در روایت امام علی هست سلام الله علیه. برد الیقین دیگه خیلی بالاست. برد الیقین اینا اگر در قلب انسان، هر مرتبه از مرتبه پایینش علم الیقین تا برسه بالاترینش برد الیقین، اگه تو قلب انسان به وجود بیاد نیتش پاک میشه. نیت که پاک بشه اخلاص پیدا میکنه. اخلاص که پیدا شد، الاخلاص سر من اسراری اودعته قلب من احب من عبادی. مقام حب عشق الهیه. این اول از طرف خدا حب، بعد از طرف ماها. یعنی ما یه لیاقتی داشته باشیم که خدا ما را دوست بداره. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ان الله يحب الصابرين ان الله يحب المتقين. در تقوا اخلاص است. این یحب معیت نصرت به وجود، معیت یاری به وجود میاره، مع الصابرین میشه، مع المتقین میشه. اگرم معیت به وجود اومد یعنی این محبت الهی بالفعل میشه. اگر خدا تو را دوست بدارد حتما تو هم خدا را دوست میداری. خدا آنچنان جذبت میکنه به طرف خودش که قلبت عاشق خدا میشه. ولذا فرمود مخلصت میکنم اگر من دوست داشته باشم. کاری بکن که دوست داشته باشم. الاخلاص سر من اسراری، سریست، مربوط به عالم ملکوته، مربوط باطن عالمه. اودعته قلب من احب من عبادی. مثل عبودیت هم مطرحه ها، عبد واقعا و محبوب خدا میشه. خب اینجا اخلاصه. پس اینجا من اصعد الی الله خالص عبادته، مشعر به علیت شب اشاره کردم، مشعر به علیته. یعنی این اخلاص علت صعود عبادت انسان و اعمال انسانه. فکر انسان، فکر قشنگ طیبی داره، یه معتقد قشنگی و زیبایی و برهانی داره، یک اخلاق قشنگی و زیبایی داره. همینا میره بالا، صاحبش هم با خودش میره بالا، صاحب با خودش میره بالا، میره بالا، میره بالا. یعنی مقام قرب پیدا میکنه، یعنی مقبول میشه پیش خدا. این همش مترادفات ها. یا بگیم نه، حقایقی هست که
متداخل هستند، با همدیگه ارتباط دارن، یکی با دیگری ارتباط داره. من اگر اخلاص داشته باشم، اگر تقوا داشته باشم، مقبول واقع میشم. اگر مقبول واقع بشم، مقام قرب دارم. اگر مقام قرب دارم یعنی به نتیجه فکر من، عمل من رفته بالا، ملکوتی شده، جبروتی شده، لاهوتی شده و خودم هم با خودش برده بالا. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. من این آیش بخونم خدمتون، آیه قشنگیه، خیلی حقایق عجیبیه. میفرماید در سوره مطففین 18 تا 21 مراجعه بکنید آیه. کلا، این کلا ردع بازدارندگیه. نه اینطور نیست که اینا تصور میکنن، بلکه قضیه اینه. ان تحقیقا اکیدا، این انه تأکیدیه. ان کتاب الابرار، کتاب یعنی چه؟ یعنی کل شخصیتش با افعالش، با فاعل این افعال، فکر با مفکر، معتقد با معتقد، ایمان با مؤمن، عمل صالح با عاملش، همه و همه. این همه این کتاب تشکیل میده، یک کتاب وجودی تکوینیه. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. و ما، پیغمبرش میفرماید همونطور که ما ادراک ما لیلة القدر بهش گفت، جای دیگه ما ادراک بهش میگه، بس که عظیمه. اینجا میگه و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم، کتابی نوشته شده منتها با حروف تکوینی خلقی، نه حروف لفظی. کتاب مرقوم یشهده المقربون، مقام قرب پیدا میکنن، یعنی میرسه پیش مقربین، مقام قرب پیدا میکنن. خب حالا اینجا ممکنه این سوال برام پیش بیاد که دیشب این سوال مطرح کردیم. البته عرض کردیم این قرب و بعد میتونه در مسائل مادی، ممکنه این سوال پیش ذهن بعضی وجود اومده باشه. من دیشب مثالی عرض کردم. بعد و قرب فاصله بین دو تا شیء مادی بهشون میگن که متوافقت الطرفین. یعنی من الان 4 متر از ایشون دورم، ایشون هم از من 4 متر دوره. حالا ممکنه جهتش ها، ممکنه نفر بگه نه من مثلا اینجا هستم، اگه از این طرف حساب کنم این طرف میشه 4 متر، اما اگه از این طرف میشه 2 متر. اینطوریه دیگه. اگه دائره‌ای، یه دائره بکشیم به طور دائره‌ای میشه 4 متر، ولی اگر حتی ربع دائره هم بکشیم یا خط مستقیم یا دائره از این طرف بکشیم میشه 2 متر. میگن خواهی جهتش فرق میکنه. نه، در مادیات که میگن متوافقت الطرفین هست یعنی چه؟ یعنی جهت یکی باشه. این همون جهتی که من به طرف شما هستم، این فاصله من و تو، این حالت قرب و بعد به اندازه 2 متر یا 4 متره. من از تو 4 متر دورم، به اندازه 4 متر نزدیکم، فاصله 4 متره. تو هم به اندازه 4 متر پیش من فاصله داری، با من متساوی هستیم. بهش میگن متوافقت الطرفین. اما در معنویات اینطوری نیست. در معنویات متخالفت الطرفین، دیشب عرض کردیم، بحثش کردیم، نمیخوام تکرار کنم، فقط میخوام ذهنتون آماده بشه برای این بحثی که الان داریم. یعنی چه؟ به این معنا که ممکن است من از خدا دور باشم و خدا ولی به من نزدیک باشه. گاهی انسان از نظر علمی القاءات علمی داره، خودش القاء میکنه یه معلومه به ذهن اون طرفی که داره استماع میکنه، ولی این حواسش جای دیگه است. میگه من به تو نزدیکم اما تو از من دوری. نظر معنویه. ولذا این بعد و قرب مادی نیست، فیزیکی نیست که با متر بخوان قیاس کنن یا مثلا بسنجن. متراژ نداره. این حالت معنویه. و اینجا من اسعده یعنی معنویاً بالا برد، مقبول واقع شد، مقام قرب پیدا کرد. اینجا خدا هم بهش نزدیک میشه. هو معکم اینما کنتم. البته عرض کردیم گاهی من از خدا دورم ولی خدا به من نزدیک. اون
شیخ عجلم سعدی هم خوندیم دیشب. بله که این عجیبه، میگه خیلی عجیب تره که تو به من نزدیک، من از تو دورم. عجیبه، خیلی عجیبه. در معنویات اینطوریه. خب اینجا چه لزومی داره؟ ما ضروره در این که اصعد، ببرم بالا این عملم. البته اگه عمل خالص باشه میره بالا، ولی چه ضرورتی داره؟ من یه مثال دیشب زدم علی السریع و گفتم اینجا 3 تا اثر عرض میکنم فقط اینجا. 3 تا اثر. یه اثرش اینه که ببینید ما اینجا عوالم داریم. انسان دارای عوالمه، مرکب از عوالمی هست. در خود وجود انسان عوالمی هست. عالم ملک، این عالم دنیا ناسوت، پسترین عالم، میگن صف نعال عوالم وجوده، میگن دنیا. متاع قلیل بهش میگه، خیلی چیزا بهش میگه. مثلا میگه مانند آبی است که از آسمان نازل شد، زمین سرسبز شد، بعد دوباره همه خشکید و از بین رفت. درسته؟ تبدیل شد به یک چیز، نباتاتی که خشکیده شد و در تذروه الریاح شد. دنیا همینن، کل من علیها فان و هی فانیه. این صف نعال عوالم وجود بهش میگن. در خود انسان عالم ملک هست، عالم ناسوت و عالم دنیا هست. در خود انسان عالم ملکوت هست، بعد ملکوتی داره. و نفخت فیه من روحی. در خود انسان عالم جبروت هست، اینکه تو میتونی جبران کنی، قدرت بر جبران کردن داری، این مربوط به عالم جبروته، ولی جلوه کوچیکی ازش هست و ابعاد دیگر من واردش نمیشم، خیلی بحث داره. بعد عالم لاهوت هست در انسان، این جانشینی خدا، خلیفت الله شدن. انی جاعل فی الارض خلیفه، این جانشینی خدا. خب در انسان هست، منتها در انسان مصغری هست. وقد انطوى فيك العالم الاكبر وتزعم انك جرم صغیر. از امیر میفرماده، شعر منصوب است امیر دیگه، معروفه مشهوره، که میگه تو خیال میکنی یه جرم کوچیکی هستی در عالم، در حالی که کل عوالم در تو منطویه، در تو خلاصه شده. تو انقدر عظمت داری که میتونی مظهر اتم اسمای حسنای الهی بشی. تو میتونی رفیق خدا بشی، خدایی که بی نهایته، میتونی رفیق خدا بشی. خب وقتی که ما عرض که من مثال زدم برای تقریب به ذهن، مثال زدم مثلا یه نفر زیدی، آقای زید یه هدیه نفیسی آماده کرده، یه هدیه که میخواد بده به یکی از رؤسا یا یکی از سلاطین مثلا، همراهشه، یا تو بازار میبینتش با کبکبه و دبدبهش، با موکبش، موکب شاهیش یا موکب ریاستیش همراهش هستم، ولی سر زده بازار. گفت آقای رئیس سلام علیکم. علیکم السلام. آقای سلطان سلام علیکم. علیکم السلام. یه هدیه‌ای دارم میخوام بهت بدم، اجازه میدی؟ میگه نه اینجا دیگه نه، صبر کن. و کجا؟ گفت وقتی من وارد سرای حکومی شدم یا سرای ملک و پادشاهی شدم، اون دارالملک، روی کرسی ریاست یا ملک و پادشاهی، این عرش، ولها عرش کبیره، روی عرش نشستم، اونگاه و همه اعیان و اشراف و وزرا و اینا اومدن، مجلس آراسته شد، تو بیا به من تقدیم بکن. درسته؟ میتونست تو بازار بشه، میتونست تو کوچه بهش بده، میتونست ببردش در خونه بهش بده، میتونست جای دیگه بهتری، جای بهتری بهش بده، بهتر از بازار مثلا. ولی گفت نه، همه اینا نه نه نه، فقط تو سرای ملک و پادشاهی هم و سلطنت هم. وقتی هم روی کرسی ملک و عرش الملک نشستم، بر کرسی ریاست نشستم، وقتی هم همه وزرا و اعیان و اشراف وجود دارن، حاضر هستن و دست احترام رو سینه گذاشتن، تو بیا تقدیم بکن. اینجا چی میشه؟ ببین چند تا اثر، 3 تا اثر عرض میکنم. یه اثرش اینه که این هدیه‌ای که میبری تقدیمش میکنی، این چیزی که بهش میدی، از جنس اون مجلس ملک میشه، از جنس مجلس ملک میشه. یعنی چیزی دادی تو به کسی
به ملکی، به سلطانی، به رئیسی، رئیس کل فی الکل که در مجلس ملک و پادشاهیش بود و روی عرش ملک نشسته بود. این خیلی ارزش پیدا میکنه. یعنی بردی بالا، ارزشش بالا بردی. ارزش داشت، نفیس بود این هدیه، ولی تو با این کارت در جایی که بهش دادی نفاست و ارزش و قیمت اون هدیه بالاتر رفت. این اولا. دوما در مرعا و منظر و در دید اشراف و اعوان و اعیان و وزرا و بزرگان و وباط اینا رفتی این چیز دادی، این هدیه دادی. در چشم اعیان و اشراف. من مثال میزنم برای تقریب بزن، حالا آیش هم میخونم. یه خود توجه بفرمایید، صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگن به به چه خبره؟ میگن این هدیه که دادی من کار ندارم چی هست. هدیه به ملک دادی، ملک هم به تو یه هدیه داد. این هدیه ملک مثلا میگه من میخوام بفروشم، به بالاترین قیمت میخرم، چون دست ملک رسیده. دست خدا چیز دست خدا برسه ارزش پیدا میکنه. ملک الملوک، الله قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. یعنی اضافه و رشحه عزت روش میاد، عزت ملک روش میاد، عزت الملک روی دست ملک رسیده، دست سلطان رسیده، دست رئیس، دست خدا رسیده. دست خدا که برسه خدایی میشه، مقبول که واقع بشه خدایی میشه. خدایی که شد ارزش داره. در مرعا و منظر بزرگان، کروبیان، ملائکه، ارواح انبیا. ولذا داره در روایت داره مؤمن هر کاری که میکنه انبیا نگاه میکنن به عملش، ملائکه نگاه میکنن میگن به به چه عمل خوبی، چه عمل قشنگی. کروبیان نگاه میکنن، ملکوتیان، جبروتیان، لاهوتیان نگاه میکنن، حالت اعجاب بهشون میگیره، میگه به این در عالم تضاد به سر میبره، تضاد بین عقل و جنگ بین عقل و شهوت و نفس اماره. خودشو سالم بیرون کشیده، عمل صالح بیرون آورده، برده به عالم ملکوت، عالم جبروت بالا آورده. این خیلی هنر میخواد، خیلی قدرت روحی میخواد، خیلی مبارزه با نفس اماره میخواد که انسان عمل صالح باشه، خالص باشه، با تقوا باشه. خیلی سخته با تقوا بودن. من عرض کردم یکی از علما نماز میخوان، 30 سال دیدن نمازش داره اعاده میکنه. گفتن چرا اعاده میکنی؟ پشت سر استادش هم میخوان، استادم خیلی مبرزی هم داشت. این کی نقل کرده؟ ظاهرا علامه بحرالعلوم نقل کرده، از کتاباش نقل کرده از یکی دیگه از علما. میگه 30 سال دیدن دارن اعاده میکنن. گفت چرا نماز اعاده میکنی؟ تو 30 سال همیشه ما میبینیم صبح و ظهر و شب پشت سر استاد نماز جماعت میکنی، بعد در درس‌ها شرکت میکنی. گفت که بله، من 30 سال در صف اول پشت استادم وای میسلم نماز میخوندم. یه روزی یه مشکلی برام پیش اومد، دیر رسیدم، در صف دوم یا سوم قرار گرفتم، احساس خجالت کردم پیش مردم. این میگه ریا در انسان نفوذ میکنه مانند حرکت مورچه سیاه روی سنگ سیاه در دل شب ظلمانی و سیاه. چقدر مخفیه. مورچه سیاست، اون سنگ که روش راه میره سیاست، در ظرف زمانی سیاه، ظلمت، تاریک، چقدر مخفیانه است. میگه اینطوری نفوذ میکنه شیطان، اینطوری آدم را بدبخت و گرفتار میکنه. ریا خیلی سخت مبارزه باش، خیلی سخته. همین الان من اینجا نشستم، خیلی سخته من میخوام برای خدا باشم. شما اینجا نشستید داره استماع میکنید، خیلی سخت خالص برای خدا باشید. نگاه وقت مراجعه میکنه به لا شعورت میبینید چندین دافع غیر الهی داشتی، خیلی سخته. لذا میفرماد ان اخوف ما اخاف علیکم، یکی از چیزایی که خیلی از بر ما میترسن هم ریاءه. بر امتم از ریاء میترسم، خیلی سخته.
چی میگفتم من اینجا رسیدم؟ خلاصه بله 30 سال نماز به این قصه می‌خواستم بگم. گفت چرا عاده میکنین؟ گفت من یه وقت متأخر اومدم دیدم صف اول پره، صف دوم پره، صف سوم یا چهارم یا دوم سوم، حالا تردید از بنده است، ظاهرا صف دوم جا بود فقط. وقتی رفتم ایستادم خجالت کشیدم، مردم چی میگن؟ حالا من همیشه پشت سر استادم، صف اول بودم. چطور؟ فهمیدم که برای خدا نبوده. تا که برای خداست چرا خجالت از مردم بکشی؟ دارم اعاده میکنم نمازهام، 30 سال دارم اعاده میکنم، چون اخلاص شرط قبولی عمله. اخلاص نباشه، ریا باشه، فاسد میشه عبادت. من اسعد الی الله خالص عبادته، نه هر عبادتی که میره بالا. عبادت که میره بالا عابدش هم با خودش میره بالا، اون عبادت کننده با خودش میره بالا، ولی کی؟ خالص، باسی خالص باشه. ولذا من که میبرم بالا، خدا که اینجا هم هست، ولی بی خدا اینجا نه، اینجا بهم بدی ملکی دنیاییه، بیارش بالا. به چه وسیله بیارمش بالا خدا؟ با اخلاص و تقوا بیارش بالا، به طرف عالم ملکوت، بعد به طرف عالم جبروت، بعد به طرف عالم ملکوت. هرچی بیشتر بهتر، هرچی بالاتر بهتر، خالصتر میشه. بیارش بالا که اونجا قبولش کنه. اگه اونجا قبول کنه از جنس اونجا میشه. مثل این هدیه‌ای که از جنس مجلس پادشاه شد، نه تو بازار بشوندم، این امر بازاری بود، نه اونجایی میشه. و در مرعا و منظر به اصطلاح اعیان و اشراف و بزرگان، در مرعا و منظر ملائک میره بالا. ملائک همه تعجب میکنن، میگه مال کیان؟ دست به دست میشه، عمل مجسم میشه دیگه. دست به دست میگن به به چقدر نور داره. از کجا اومده؟ از دنیا اومده، از عالم ظلمت اومده این نور، از عالم کثافتها و شهوتها و شیطنتها اومده. چطوری خودشو در برده به این تمیزی در میان این همه ناپاکی؟ اینقدر پاکه، اینقدر صفا داره، اینقدر نورانیه. تعجب میکنن و تعجب ملائک و به به و شه شه گفتن ملائک اثر وضعی داره، قیمتش بالاتر میبره. چون اعتباری نیست. مثل اینکه یه عبای بر تن یه نفر هست، این عبا مثلش همون قیمت بر تن منم هست. من ممکنم به اندازه 2 دینار 3 دینار بخرم ازم، اما میگه چون که بر تن فلانی من 10,000 دینار یا 20,000 دینار میخرم. یه عباس مثل همه، چون که بر روی کی؟ یه شخصیت محبوب عالمی قرار گرفته. الان دیدی این فوتبالیستا کفششون میخوان بفروشن، حراج میکنن گاهی برای کمک به چیزا، با چندین هزار دلار میفروشن یه کفش یا یه پیراهن، یه تیشرتی مثلا. چرا؟ چون که یک لاعب مشهور عالمی، و لاعب که ارزش که نداره، شهرت دنیایی داره، میخرن. یعنی نسبت پیدا میکنه، نسبت به خدا پیدا کنه، ارزش پیدا میکنه. نسبت به ملائک پیدا کنه، نسبت به ارواح انبیا، کروبیان، لاهوتیان، جبروتیان، ملکوتیان پیدا بکنه، ارزش ملکوتی و جبروتی و لاهوتی پیدا میکنه. ارزش اونجایی پیدا بکنه، قیمتش بالا میره، ارزشش بالا میره. من این قصه شاید قبلا عرض کردم، این آیت الله عراقی نقل میکنه، به بعضی نقل کرده. گفته که مرحوم آقای آخوند خراسانی رحمت الله مرجع کل فی الکل بود. الان کتاباش هم تدریس میشه، خیلی هم کتاب سختیه. این یه شاگردای زیادی داشت. یکی از شاگرداش به نام میرزا عبدالله گلپایگانی بود رحمت الله علیهم. این خیلی شاگرد و تلمیذ ذکی بود، به قول خودمون خیلی باهوش بود. وقتی هم اشکال مناقشه میکرد، استاد روی کرسی تدریس نشسته، میگفت آقایون ساکت، آقای فاضل میخواد مناقشه بکنه، میخواد اشکال بکنه. ساکت میگه همه، بگو اشکالت بگو. خیلی عظیم بود. میگه این آقا در 40 خورده سالگی از دنیا رفت. یکی از صلحا در خواب او را دید، یکی از علمای بزرگ در خواب او را دید و دید این خیلی وضع خوبی داره.
گفت چطور شد وضعیت برزخ تو چطوری گذشت؟ من سریع بگم چون وقت داره میگذره. برزخ تو چطور گذشت؟ گفت که وقتی که من از دنیا رفتم و مشیعین میرفتن، در روایت داره مشیعین داره میرن، هنوز صدای پای نعالشون میاد که ملکین میان برای مسائله، هنوز کامل متفرق نشدن. ولذا گفتن دو تلقین بکنید، یه تلقین قبل از این که قبر رو هم بذارید خاک بریزید، یه تلقین هم بعد مشیعین میرن. اونم فاطمه زهرا به حضرت علی چی میگه؟ یا علی وقت از دنیا رفتم پیش قبرم بشین و قرآن برام بخون، چون که این وقتی است که میت احتیاج داره با معانسه با احیایی که در دنیا باشن انس داشته. صدا میگن کسی هم آشنا باشه بره تلقین بکنه، مثلا بچهش باشه، برادر، کسی که باش رفاقت داشت در دنیا، خیلی احتیاج به انس و معانسه داره. یه بار دیگه تلقین بکنه، میگه هم مشیعین رفتن داره میرن، بازم تلقین بکنه یه نفر بشینه. این روز مستحب از مستحباته. خلاصه میگه داشت مشیعین میرن، دو ملک اومدن از من پرسیدن چه آوردی چه کردی؟ گفت که مثلا حالا مقدار طولانی هم هست، مثلا میگه که من آوردم نماز و روزه و اینا. گفت اینا که بله من کتاب تألیف کردم، چنان کردم. گفت اینا که بله درد خود میخوره، پشتش نوشتی تألیف فلان، ظاهرا پاداشش تو دنیا گرفتی دیگه، مشهور شدی. گفت من شاگرد تربیت کردم، چنان کردم، تدریس کردم. گفت اینا همش برای خودت برمی، برای خدا چه آوردی؟ گفت که نماز روزه اینا، گفت اینا عوام هم این کارا میکنن، نماز درسته، ولی برای خدا چه آوردی؟ اینا نماز خوندی که خدا جهنم نبرتت، نماز خوندی خدا ببرتت بهشت. چیزی برای خالص، برای لوجه الله، برای خود خدا، از اون جهت که خداست چه کار کردی. هر چی گفتن که نه اینا برای خودت، اینا بشه نشه. گفت دیگه چه آوردی؟ گفت من دیگه چیزی ندارم، هر چی گفتم گفتی برای خودته. گفت نه تو یک به اصطلاح چیز گرانبها و نفیسی و خیلی گرانبها پیش ما داری. گفت نه من سراغ ندارم چیزی گرانبها داشته باشم، من فقیر بودم بخواد زندگیم چیزی نداشتیم. گفت نه یه چیز خیلی گرانبها داری. بعد میگو بهم گفتن یادت هست نیمه های شب مهمان رسید از شهر، از گلپایگان نجف اومد، سرزده اومدن خونتون؟ گفت بله. گفت یادت هست اومدن وارد شدن خونه، تو چیزی نداشتی؟ آهی در بساط نداشتی. من چه بهشون بدم، چه کار بکنم؟ رفتی بیرون اون بسا کوچه‌های تنگ و تاریک نجف، مثلا اون زمان قدیم، زمان آخوند خراسانی، میگه رفتی بیرون که از کسی پیدا بکنی آشنا، چیزی قرضی ازش بگیری، چیزی بخری براشون بیاری جلوشون بذاری، تازه از راه رسیدن. میگه پشت پا زده به یه سنگی و زمین خوردی، پات خون اومد و درد زیادی کشیدی. اینجا یه خورده ناراحت شدی، گفت خدایا این چه وضعیه؟ من که معروفم تو نجف، استاد هستم، از بهترین شاگردان نمیدونم مرجع کل فلکل هستم، مهمون برام رسیده گرفتارم، دنبال پولی هستم قرض بکنم که بیام. این خط من خدایا، میگه همین که تو گفتم بعد یه جرقه‌ای در ذهنم روشن شد. گفتم که چی میگی؟ میرزا عبدالله اینا مهمونای آقا امیرالمؤمنین هستن، اینا برکت با خودشون دارن، برکت با خودشون میارن، چی میگی؟ میگه با این پشیمانی گفتم الحمدلله. گفتن همون خطاب و ملامتی که نسبت با نفست داشتی، سرزنشی که کردی با نفست و همون گفتی الحمدلله که مهمون برام رسیده، همون میگه سرمایه توست در کل عالم برزخ و خرجی توست تا روز قیامت، کفایت میکنه برات. ولذا فرمود در روایت داره که بله لا یقل عمل مع تقوا یا مع التقوا، این در حکمت 95 نهج البلاغه است. لا یقل عمل مع تقوا یا مع التقوا و کیف یقل ما یتقبل. اگر ما ببریم بالا قبول بشه مقام قرب پیدا میکنه. اگر خدای بزرگ ولو یه ذره از ما قبول کنه،
چون که خدای بزرگ قبول کرده، این یه ذره خیلی کبیره، خیلی بزرگه. در شأن خدایی خودش به من پاداش میده. لذا هیچ وقت نگو این کمه، این چیزه، حالا من چقدر دارم پول که بخوام صدقه بدم و انفاق بکنم، چنان بکنم. نه، اگر 100 فلسم داری، بیشتر نداری، لعل همین قبول بشه. مثل اون کسانی که هدایا آوردن برای امام کاظم سلام الله علیه، با یه پیرزنی هم یه چیز کوچیکی، یه درهمی براش فرستاده بود، فقط اون قبول کرد، بقیه همه رد کرد. بیرو بر بگردون به اصحابش، فقط این قبول میکنم. ولذا اگر ما ببریم بالا، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، عوالم بالا. و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشهده المقربون. این دو تا اثره، یکی مجلس خدایی برده ایم، این هدیه برای خدا، یا این عمل صالح برای خدا بردیم، لله کارش کردیم، در مجلس خدا بردیمش بالا، من اصعد الی الله، خالص عبادته، و خدایی شد این کار خدایی بشه، خیلی عظیمه، بی نهایت عظیمه، بی نهایت ارزش داره، چون خدا بی نهایته. بعد کروبیان مقربین دیدن، یشهده المقربون، اینم ارزش پیدا میکنه. یه اثر دیگه هم هست، میذارم برای فردا شب انشالله بحثش میکنیم، اثر سوم، میخواد طولانی شد. یه صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمة الزهراء، ما زنده به لطف رحمت خدایی، مأمور برای خدمت زهرایی، روزی که تمام خلق حیران هستند، ما منتظر شفاعت زهرایی. بی بی دو عالم حالتش دگرگون می شود، اسما یا فزه میان به حسن و حسین عرضه می دارد. آقا امیر المؤمنین رفته به مسجد، در بعضی از روایات دارد وقت ظهر بود، کنار قبر پیغمبر و در مسجد النبی حسنین دوان اسما گفته، فزه گفته برید بابا را خبر کنید، مادرتون حالش دگرگونه، منقلبه، گمان نمی کنیم علی برسد بر بالین زهرا و زهرا زنده باشد. دوان گریان همینطور گریه می کردند و می رفتند به طرف مسجد. هی اصحاب و صحابه می اومدن، صدا می زدن چرا گریه می کنید؟ نور دو دیدگان پیغمبر، عزیزان قلب رسول الله، یا آمده ایم در پی بابا
خبر مادر به ایشون بگیم. همین که وارد صحن مسجد میشن صدا میزنن یا ابتا ادرک من الزهرا یا بابا جان بیا مادرمون منقلبه، حالش دگرگونه گشته. بابا لقد ماتت امنا فاطمه، ماتت یعنی یا مرده است، از دنیا رفته است، یا در شرف مرگ. میگن آقا امیرالمؤمنین حالش دگرگون شد. فوقع مغشیا، بر روی زمین افتاد. اون قالع درب خیبر، فاتح قلاع خیبر، وقتی مصیبت زهرا را میشنید های گریه میکرد. اینجا از هوش رفت، بر روی زمین افتادند، آقا را برداشتن حرکت دادن. وقتی اومد دید زنهای بنی هاشم جمع شدن، همه نگرانن، همه گریانن، چه خبره؟ اسما صدا زد یا ابوالحسن ادرک الزهرا، گمان نمی کنم او را زنده دریابی. وقتی اومد وارد اتاق زهرا شد، دید فاطمه بی حرکت. صدا زد یا بنت المصطفی، یا جوابی نشنید. یا بنت من حمل الزکا به اطراف الرداء، یا بنت من صلا بملائکت السما مثنا مثنا. هر کاری میکنه فاطمه جواب نمیده، مینشینه کنار سر فاطمه، سر فاطمه را از روی زمین بر میداره، روی زانو میذاره. صدا میزنه یا فاطمه تو زهرا کلمینی من علیم. میگن با همون ضعف شدیدی که داشت چشمش با سختی باز کرد، یه نگاهی به چهره علی کرد، یه تبسمی کرد. آنگاه هر دو با هم گریه کردند. فاطمه چه شده؟ صدا زدم یا علی همونطور که وصیت کردم وصیت هام را داشته باش، حسنینم را نگاه دار باش، نکنه کسی سیحه بزنه بر حسنینم، نکنه کسی اذیت کنه حسنینم را. یا بمیرم برای مظلومی علی و زهرا. هر دو با هم های های گریه می کردن. چه شده یا فاطمه؟ خبردار شدم امشب دیگه فاطمه در خانه تو نیست، دیگر بچه هم یتیم میشن، بی مادر میشن. چطور؟ کی به تو خبر داده؟ میگه در عالم مدهوشی بابام رسول الله را در یکی از قصرهای زمردینش در عالم اعلا دیدم. صدا میزنه فاطمه جان زود بیا، مشتاق تو هستم. منم عرضه داشتم یا ابتا، من بیشتر اشتیاق دارم به تو. صدا زدن امشب مهمان منی.
ناگهان دیدم فاطمه زهرا منقلب شد، چشماش باز کرد، به طرف آسمان نگاه کرد، صدا زد و علیک السلام. آقا امیرالمومنین فرمودن جواب سلام کی میدی؟ صدا زدن یا علی این جبرائیل اومده به استقبال روح من. آنگاه دوباره صدا زد و علیکم السلام. اینجا جواب سلام چه کسی میدی؟ صدا زدن این اسرائیل در حالی که دوبالش مشرق و مغرب عالم را گرفته با اعوانش اومدن. یا علی هذا قابض الارواح، هذا مفرق الاحباب. یا ناگهان دیدم پاهاش به طرف قبله، دستاش کشیده شد، شهادتین بر زبان جاری کرد. ناگهان دیدن خاموش شد. زینبین و حسنین خودشون انداختن بر روی سینه و پای فاطمه. ای صدا می زدن و اما و بنت رسول الله. یک صدا زجه می زدن اهل بیت فاطمه. اهل مدینه خبردار شدن، اومدن جمع شدن، یک صدا زجه می زدن، گریه می کردن، مانند روزی که رسول خدا از دنیا رفته بود. صلی الله علیکی سیدتی مولاتی یا فاطمة الزهراء. صلى الله عليك وعلى أبيك وأمك وبعلك وبنيك ولأمة النجباء من ولدك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا به جان فاطمه زهرا به حرمتش قسمت میدیم همه مریضان منظور این چند مریض سرطانی را خدایا شفای خیر عنایت بفرما، لباس عافیت، تندرستی، صحت و طول عمر را عاقبت به خیری بر همه آنان و ایشان و ما بپوشان. گذشتگان اموات پدر مادر ذوی الحقوق بر ما را ببخش و بیامرز، دشمنان ما را خوار و ذلیل بگردان. اسلام و اسلامیان و شیعیان و محبین و علما مراجع خاصه مقام معظم رهبری را محفوظ، مؤید، معزز، سربلند و منصورشون بگردان. حاجات این جمع، حاجات احیا و اموات، حاجات این بنده حقیرت را از سائه برای بگردان. به همه ما عمر طولانی پربرکت با عزت و معرفت و تقوا و اخلاص و عاقبت به خیری عنایت بفرما. خدایا پروردگارا به جان فاطمه زهرا سلام الله علیها قسمت میدیم فرج مولای ما امام زمان ما را نزدیک بگردان، در ظهورش تعجیل و تسریع بفرما. ما را از اصحاب و انصارش، از شهیدان در رکابش مقدر و مقرر بگردان. بالنبی و آله هدیه به ارواح همه مؤمنین و مؤمنات اموات خودتون. رحم الله من یقرأ سورة الفاتحه تسبقها الصلوات علی محمد و آل محمد. وعجل لوليك الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله خير خلق الله نور عرش الله محمد بن عبد الله. السلام عليك وعلى ابن عمك أسد الله
وعلى ابنتك فاطمة الزهراء وعلى أمة البقية جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء، يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام على ولديك علي شهيدين، وعلى أخيك أبو الفضل عباس وقاسم ابن الحسن وهاني ابن وحبيب ابن مظاهر الأسدي والحر الشهيد الرياحي. السلام على جميع الشهداء بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء يا بعيد المدى، السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام على آبائك السبعة وعلى أبنائك الأربعة وعلى أخيك القاسم وعلى أختك فاطمة المعصومة سلام الله عليها جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا عين العياد ويا سفينة النجاة يا صاحب الزمان، خليفة الرحمن شريك القرآن، عجل الله تعالى فرجوك وسهل اللهم مخرجوك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة مختلف الملائكة. السلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة